یک ویدیوی اول از تیک تاکری به نام جانیه. جانی بعد از دیدن تصاویر دوربین مداربستش به تصاویر عجیبی برخورد. شما هم میتونید این تصاویر رو ببینید. همونطور که در تصاویر دیدید، موجود عجیب نیمه شفافی که در خیابون دیده میشه باعث تعجب جانی و طرفدارای اون میشه. به نظر شما اون چیه؟ آیا یه موجود فراتبیعیه؟ مشکلی از دوربین مداربسته؟ شماره 2. این ویدیو از تیک تاکری به نام کلی یوسیویه. تو این ویدیو اون از داخل ماشین خودش از موجود عجیبی که توی خیابون در نیمه شب داشت حرکت میکرد فیلم میگرفت. موجود عجیبی که گوشای تیزی داره و رنگ پریده است. خیلی گفتن که این میتونه یه جور لباس باشه. شاید با این لباس میخواسته به جای مهمونی بره و به خاطر همینه که همچین لباس عجیبی پوشیده. البته اگه کمی به این موجود دقت کنید میبینید که این موجود روی پنجه پاش راه میره. همینطور اون کسایی که از بغل اون راه میرن بهش بی‌توجهی میکنن. در هر صورت شما بگین آیا این موجود عجیبیه یا یه لباس غیرعادی؟ شماره 3. تو این ویدیو قراره که با هم بریم به یه روستای متروکه و ترسناک. تو این روستا شخصی از کانال یوتیوب نوکتامبلو به اونجا میره و بعد از فیلمبرداری متوجه صحنه‌ای میشه که تو اون لحظه نتونست متوجه اونا بشه. بیاین با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم شما در نگاه اول میتونین متوجه اون موجود عجیب بشین. پس بریم با هم دیگه ببینیم. Es que se cayó de aquí. A ver, voy a bajar. اگه متوجه موجود نشدین بیاین با هم دیگه نگاه کنیم. وقتی که اون شخص دوربین به سمت چپ چرخوند یه موجود عجیب و تاریک اون طرفتر دیده میشه. اون موجود انقدر تاریکه که حتی با اینکه نور اونجا هستش ولی بازم دیده نمیشه. به نظر شما اون چی میتونه باشه؟ شماره 4. در این یکی ویدیو که از کاربری از ردیته به نام گاما راکی 19 میبینیم که یه موجود عجیب و نامرئی مانندی توی مغازه اون در حال راه رفتنه. همچنین گفته بود که بعد از اینکه اون موجود رو توی دوربین میبینه دزدگیرهای مغازش فعال میشن. به نظر شما آیا میتونه تقصیر این موجود باشه یا کس دیگه یه وارد مغازه شده؟ قضاوتش با شماست. شماره 5. یکی ویدیو که از کانال تیک تاکی پارانورمالیتی هستش ویدیوی بسیار عجیبیه. اونا که همینطور در حال فیلمبرداری از ساختمون متروکه‌ای بودن یهویی از یک موجود عجیب و غریبی فیلم میگیرن. اون موجود فاصله خیلی زیادی از اونا داره ولی اونا با دیدن اون بسیار میترسن و وحشت میکنن. شماره 6. ویدیوی بعدی از کانال یوتیوب پاول اسپاروه. تو این ویدیو اون به جنگل تسخیر شده ای که گفته خیلیا روح در اون وجود داره میره. اون با دوربین رنگی که قرض گرفته بود به اون جنگل میره تا ثابت کنه که تو اون جنگل روح وجود داره یا نه. بعد از کمی فیلمبرداری به صحنه‌های عجیبی برمیخوره. اون پس از مدتی از موجودی نیمه شفاف فیلم میگیره. به نظر شما آیا این همون چیزی بود که اون به خاطرش به این جنگل اومده بود؟ آیا واقعا اون روحه؟ قضاوتش با شماست. شماره 7. این یکی ویدیو از یه یوتیوبر روسیه از کانال سوروایور. تو این ویدیو اون به یه کارخونه متروکه میره و تا بفهمه دلیل متروکه شدن اون چیه. وقتی اون به اونجا میره و داره از اونجا فیلم میگیره ناگهان از فاصله دور از یه موجود عجیب فیلم میگیره. وقتی اون موجود عجیب به داخل یکی از اون اتاقا میره و اون یوتیوبر وقتی به داخل اون اتاق میره تا ببینه چه کسی اونجاست کسی رو پیدا نمیکنه. به نظر شما اون چی میتونه باشه؟ شماره 8. این یکی ویدیو از کانال یوتیوب شاکینگ پارانورمال هستش. تو این ویدیو اون شخص اخیرا متوجه اتفاقای عجیبی توی خونش شده و به همین خاطر اون شروع میکنه به فیلم برداری از خونه و تا ببینه دلیل این اتفاقای عجیب چیه. بعد از فیلم برداری اون چند باری از یه موجود عجیب فیلم میگیره که به نظر میاد روح یه دختر بچه است.
مثلا وقتی که اون در حال فیلمبرداریه و اون دختر به داخل اتاق میره و این شخص دنبال اون میره تا ببینه اون کجاست، وقتی که وارد اتاق میشه کسی رو پیدا نمیکنه. به نظر شما آیا اون موجود واقعیه؟ شماره 9. ویدیو بعدی از کاربری از ردیته. اون عکسی از خودشو توی ردیت منتشر میکنه و معتقده که اون عکس تسخیر شده است، چون به گفته خودش وقتی که به یه جای تسخیر شده رفته بوده و اون عکسو گرفته، اون تنها کسی بوده که اونجا بوده. بیاین با هم اون عکسو ببینیم. همونطور که توی عکس میبینین یه موجود عجیب پشت اون وایستاده. به نظرتون آیا اون موجود واقعیه یا این عکس تقلبیه؟ هرچی که هست به نظر خیلی وحشتناکه. شماره 10. ویدیو بعدی از یوتیوبری به نام دی راینوه. اون در حال فیلمبرداری از یه مکانیه و بعد از فیلمبرداری متوجه یه چیز عجیب میشه. اون متوجه 2 تا چشم میشه که دارن اونو نگاه میکنن. وقتی که اون متوجه اون 2 تا چشم میشه، میره تا بررسی کنه کسی اونجا هست یا نه، اما بعد از بررسی کسی رو پیدا نمیکنه. خیلی وقتی این ویدیو رو دیدن معتقد بودن که اون 2 تا چشم متعلق به یه حیوانه، اما خیلی معتقد بودن که اون 2 تا چشم خیلی عجیبن، به طوری که اصلا پلک نمیزنن. در هر صورت این یه ویدیوی خیلی عجیب و ترسناکی بود. این ویدیویی که به تازگی توی اینترنت پخش شده باعث تعجب خیلیا شده. توی این ویدیو میبینید که وقتی این شخص در حال رانندگیه اتفاق عجیبی واسش میفته. آیا شما متوجه یه چیز عجیبی شدید؟ اگه کمی با دقت به ویدیو نگاه کنیم موجود عجیبی میبینیم که از روبروی کامیون عبور میکنه. با توجه به اینکه سرعت کامیون خیلی بالاست، پس یه حیوان عادی نمیتونه با این سرعت زیاد از کنار کامیون عبور کنه. حالا هر موجودی که به نظر میرسید، این ویدیو بسیار عجیب و برای خیلی هم